به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی زیبا در حوزه رمان‌های رئالیسم جادویی نویسنده آقای محمد حنیف شروع می‌کنیم. جادوی گوپتا، کتابی با نامی عجیب و قطعاً داستانی زیبا. این کتاب در سال 1398 چاپ نخستش بوده که توسط انتشارات علمی و فرهنگی در تهران چاپ شده. این کتاب رو آقای حنیف تقدیم به علی حسن‌آبادی برای تلاش‌هایش در زمینه ویرایش تخصصی رمان کردند. این کتاب شامل 5 فصل هستش و بدون هیچ مقدمه و اضافاتی شروع شده. ابتدا نوشته پشت جلد کتاب رو برای شما میخونم و سپس کتاب رو با هم شروع میکنیم. رمان جادوی گوپتا اثری است در گونه رئالیسم جادویی. نویسنده در این رمان روزگار معاصر و شخصیت‌های قرن 21 را با عصر قصه‌های 1001 شب و قهرمان‌ها و ضد قهرمان‌های آن در هم آمیخته و با در هم آمیختن شیوه‌های قصه پردازی راویان دیروز و روایت شناسان مطرح امروز داستانی خواندنی و جذاب پدید آورده است. در جادوی گوپتا روایت بی‌طرفانه جادو، غلو و در کنار هم قرار دادن امور ناهمگون خواننده را به شهرهای پنهان در آن سوی قصه ها میبرد و با نشان دادن واکنش آدمهای امروزی در تقابل با موقعیت‌هایی از دنیاهای کهن و خیالی لذتی درونی فراهم می‌آورد. این کتاب توسط ناشری چاپ شده که ناشر برگزیده 17مین، 20مین، 22مین، 23مین و 24مین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران بوده. با من همراه باشید برای کشف این کتاب زیبا. فصل اول. گوپتا خارق‌العاده ترین کسی است که در عمرم دیدم. آدمی با نیروهای شگفت و استثنایی. این را وقتی فهمیدم که با نیروی نگاهش کشیده شدم به انتهای تالار و نشستم لبه تخت و سرم پر از بوی دود پیپش شد. خوب که نگاه کردم دیدم هر 3 نفرمان را حرکت داده. کشانده به انتهای تالار و نشانده لبه تخت و سرمان را پر از طعم توتون پیپش کرده است. در من نیروی تازه‌ای نیز دمیده بود. نیرویی که می‌دانستم دائمی نیست، اما همان قدرش را هم هیچگاه تجربه نکرده بودم. نیروی دانایی و پیشگویی، حس وقوف. با کمک آن نیرو بود که احساس کردم گویی 1000 بار به تالار هتل سنتی فرزانه کاشان قدم گذاشتم و همیشه آمده‌ام و روی همان تخت کنار حوض و فواره آب نشستم. همه چیز برایم آشنا بود. درهای گرهچینی شده، ارسی‌ها با شیشه‌های 7 رنگ، گچ‌بری‌های ظریف، میز و صندلی‌های چوبی و تخت‌های مفروش. حتی اشعار گچ‌بری شده 2 ضلع تالار را به یاد می‌آوردم. دختر خانمی برایمان 3 فنجان قهوه داغ آورد. بخاری که از فنجان‌ها برمی‌خاست بوی آشنای قهوه فرانسوی را به ذهنم آورد و اولین جرعه تلخی مطبوع و خاطره انگیزش را در خاطرم زنده کرد. فنجان خالی را که روی نعلبکی لاجوردی رنگ گذاشتم، صدای مرد هندی در چقچق برخورد فنجان و نعلبکی پیچید. ببخشید که خاطرات خوبی را برایت زنده نکردم. حرفش باعث تعجبم نشد. اینکه می‌دانست با دیدن او به یاد دکتر گوپتا و بیمارستان ثریای اصفهان افتاده‌ام. به یاد دستیارش دکتر فرزان که با چهره خندان به بیماران گوپتا
قوت قلب میداد. نگاهم را از روی موهای سیاه روغن زده‌اش آوردم پایین. از پیشانی سیاه آفتاب سوخته پرچروکش گذراندم و به چشمهای ریزش زل زدم. لبهایم را باز کردم تا جوابش را بدهم، اما نتوانستم حرفی بزنم. احساس کردم ماهیچه‌های زبانم از کار افتادند. تنها نفس عمیق و پرصدایی کشیدم و دود آمیخته با بوی آشنای پیپش را بلعیدم. باز داشتم با نیروی اراده او از جا برمیخواستم. این بار مقاومت کردم. نباید میگذاشتم چنان راحت تکانم بدهد و حتی مانع حرف زدنم بشود. اما در مقابل نیروی نگاه او اراده‌ای از خود نداشتم. با قدرت نگاه صاعقه‌وارش رانده شدم طرف حوض کوچک آبی رنگی که فواره کوتاه به قلیانش انداخته بود. نشستم و دستهایم را فرو بردم در آب. انگشت‌های خیس آبچکانم را بالا آوردم و کشیدم روی صورت داغم. بعد بی اختیار سرم را فرو بردم در حوض و آنقدر نگاه داشتم تا به حالت خفگی افتادم. قلبم داشت از جا کنده می‌شد. کم مانده بود دهانم را باز کنم و تمام آب حوض را ببلعم، بمیرم و از آن حالت لعنتی خلاص شوم که بار دیگر نیروی ناشناخته وجود گوپتا دست انداخت پس گردنم و سرم را از آب بیرون کشید و فرستادم طرف تخت نزد دوستانم. تازه بعد از آن بود که توانستم بپرسم شما که خود دکتر گوپتا نیستید؟ کتاب 1001 شب قطوری را که در دست را داشت روی تخت گذاشت. کام دیگری از پیپش گرفت و همراه حلقه های دودی که از دهانش خارج می شد جواب داد: دکتر گوپتا 40 سال پیش هم که پای تو را جراحی کرد از حالای من پیرتر بود. درست می گفت. آن روزها جراحت سر کرده بود توی استخوان‌های پای چپم و قسمتی از آن را سیاه کرده بود. داشتم می‌مردم که پسرعمه‌ام با دستیار دکتر گوپتا تماس گرفت و دستیار خندان آدرس بیمارستان ثریای اصفهان را داد و من برای اولین بار نجات دهنده‌ام را در آن بیمارستان قدیمی دیدم. دکتر گوپتا همان زمان نیز 50 سال را رد کرده بود و توی این 40 سال حتما خاکستر جسدش را به آب رودخانه مقدس گنگ داده بودند. با این حال شک نداشتم که اسم این هندی باید گوپتا باشد. این را از همان نگاه اول حدس زده بودم. همه زن و مردهای هندی ریزه‌میزه و مهربان از نگاه من یک نام داشتند: گوپتا. به سکون ب. حتی اگر با یک نام و دیگر خودشان را معرفی می‌کردند به سکون ب گوپتا نامیده می‌شدند، با نامی که توی ذهن نمی‌نشست. نارایان نمی‌دانم چی. اطمینان داشتم این هندی هم مانند گوپتا آدم فوق‌العاده‌ای است. بهتر است از واژه خارق‌العاده استفاده کنم. بله، همه گوپتاها از نظر من خارق‌العاده بودند. آدم‌هایی که دست به کارهای بزرگی می‌زدند. حتی می‌توانستند کسی مثل مرا که منتظر رسیدن فرشته مرگ بودم به زندگی بازگردانند. پس چرا نباید مهرش به دلم می‌نشست؟ یا چرا نباید حرفش را باور می‌کردم؟ اما باید به دوستانم حق می‌دادم که آنچه را می‌شنیدند باور نکنند. مگر آنها چیزی از گوپتاها می‌دانستند؟ نباید از دست ترابی به این دلیل که با شنیدن ادعای گوپتا شیشکی بسته بود ناراحت می‌شدم. تا ابد که نمی‌توانست رویش را برگرداند و بخندد. سعد هم ادعای گوپتا را به مسخره گرفته بود. اگر من بتونم با این دستام پرواز کنم تو هم می‌تونی. هه چی؟ ترابی تا نام اولین نامزدش را از زبان گوپتا شنید خنده‌اش را خورد و دیگر حرفی نزد. دارم لحظه ای را می‌بینم که تو با دختر موبور آلمانی از پله‌های هواپیما پایین میایی و قدم بر زمین فرودگاه مهرآباد می‌گذاری. سال 1979 است.
کت قرمز جگری به تن کرده ای و آنگلیکا زاسور که تو همیشه او را آنجلیکا صدا می‌زدی تا سر به سرش بگذاری، مثل حالا که پی گوپتا را به تلفظ می‌کنی. لحن ترابی جدی شد. درست میگه. زبان آلمانی جیم نداره. بعد چند بار نام آنجلیکا زاسور را زیر لب تکرار کرد و سرش را تکان داد و به آلمانی حرف‌هایی زد. همزمان دستهایش را بالا برد. من تسلیمم. بعد نوبت به صدر رسید تا با شنیدن یکی از دو بیتی‌هایش مانند مرغ کرچ یا کروچ سرش را توی شکم برآمده‌اش بکند و زیر لب تکرار کند: گفته بودی که دهم حق و حقوقت ای دوست، پیش از آنی که شب جمعه دیگر برسد. رفت و بگذشت و بیامد سه شب جمعه ز پیش، ترسم است که تا فصل صنوبر برسد. همین دو بیتی آغاز کشمکش او با رئیسش در اداره و سرودن هجویه ها شده بود و در نهایت کارش را به استعفا کشانده بود. با همه این احوال گوپتا ادعای بزرگی داشت. ادعایی که در مخیله دوستان دیرباور من نمی گنجید. اما من ذره‌ای در درستی حرفش شک نداشتم. این را از بذر دانشی فهمیدم که با دیدن او در وجودم رویده بود. از لرزشی که نگاه اقبال در تنم دوانده بود. از اینکه بعد از دیدن گوپتا می دانستم چشم بسته تمام بخش‌های خانه تاریخی را که به هتل سنتی فرزانه تغییر نام داده بود زیر پا بگذارم. جایی که برای اولین بار توی عمرم دیده بودم. حتی می توانستم ببینم که دکتر خسته‌بند و خانم یگانه دارن از اتاقشان در انتهایی ترین بخش هتل بیرون می آیند تا خودشان را سر ساعت به ملاقات برسانند. خسته‌بند کت و شلوار آبی نفتی پوشیده و پیراهن آبی روشن تن کرده بود. کیف چرم قهوه‌ای به دست داشت. سرش با آن پیچی بود و زیر یکی از چشمهایش به رنگ بادمجان مانتو و روسری یگانه هم به سبزی می‌زد. داشتم توی ذهنم می‌دیدم که دارن از حیات بزرگ می‌گذرن، وارد هشتی می‌شوند و دختر خانومی که زیر تابلوی پذیرش نشسته با دیدن آنها از جایش بلند می‌شود و دوباره با اشاره خسته‌بند می‌نشیند. پشت در بودن که خطاب به دوستانم گفتم: دکتر خسته‌بند و همسرشان سرکار خانم یگانه دارن وارد می‌شوند. صدر از لحن کتابیم خنده‌اش گرفت. ترابی از جایش بلند شد. گوپتا از تخت پایین آمد و کنار ما پشت یکی از میزها نشست. تعارفات اولیه و معرفی دوستان که تمام شد، خسته‌بند گفت: چه کاری از دست من برمیاد؟ زبانم به پاسخ باز نمی‌شد. هنوز مبهوت توانایی عجیبی بودم که با دیدن آن مرد کوتاه قامت هندی در وجودم زنده شده بود. حس می‌کردم غافلگیریم به وقوف لحظه‌ای بر حوادث و ضمیر آدم‌ها ختم نخواهد شد. با وجود گوپتا باید منتظر دانستن اسرار تازه‌ای می‌شدم. اسراری که از دریچه ذهن او به روی من می‌تراوید و بعد به دنیای پیرامونم درس پیدا می‌کرد. دوباره سر و کله اقبال پیدا شد تا لرز تمام جانم را فرا بگیرد. پرسیدم: این بچه کارگر اینجاست؟ و یادم آمد که فقط من و گوپتا وجود او را حس می‌کنیم. یگانه گفت: کی؟ کدوم بچه؟ برای اینکه بحث را منحرف کنم پرسیدم: خدا بد نده آقای دکتر، اتفاقی براتون افتاده؟ زن و مرد پیر به همدیگر نگاه کردند. معلوم بود هیچ کدام نمیخواهند جواب بدهند. فکر کردم شاید برق دانایی گوپتا در این باره هم کارساز شود که نشد. سعد با طمأنینه وارد بحث شد تا مهارتش را در سخنوری نشان دهد. خیلی خوشحالیم که در خدمت شما هستیم. باور کنید از وقتی وارد این فضا شدیم 2-3 دقیقه‌ای که از مقدم چینی دوست میان سالم گذشت دانستم تازه چانه‌اش گرم شده و اگر جلویش را نگیرم باید شب را در کاشان بمانیم و در آن صورت نمیتوانستم صبح فردا به قرار ملاقاتم در تهران برسم. روی این دیدار حساب کرده بودم. میدانستم که تنها راه حل مشکلم این است که وضعیت دردناکم را
برای یک آدم با نفوذ شرح دهم. به خودم قول داده بودم این بار گره زندگیم را طوری روایت کنم که مقام مذکور چاره‌ای جز باز کردنش نداشته باشد. این بود که مقدمه صدر را بریدم و گفتم: جان کلام این که دوست عزیز و البته پولدار و مجرد ما جناب ترابی علاقه‌مند شده با استفاده از تجربیات شما یه مؤسسه خیریه راه اندازی کنه. حالا حرفم تمام نشده بود که مردی شتابان وارد تالار شد و خودش را رساند به میز ما و بی مقدمه گفت: چند بار به خانم یگانه عرض کردیمان ای پسر جاش تو خانه فرزانه نیست. این هیولا باید بره کانون. اصلا جاش زندانه. اقبال اهل اصلاح و تربیت نیست. آخ آخ آخ، دستش بشکنه. یگانه گفت: سلام آقای دستمالچی، بفرمایید. دستمالچی صدایش را بلندتر کرد: مگه اونسمان میگیره بشینیمان با این کاری که؟ خسته‌بن آرام گفت: این لطف باباشه. یگانه ادامه داد: تازه خدا به خیر گذرونه. دستمالچی حالا دیگر با صدایی که به فریاد شبیه بود گفت: من سالا مربی کانون بودم. صدها مثل این پسر اقبال دیدم. به خدای علی بچه‌های دزد و قاتلم از دست امثال این قور بیشاخودم آسیب بودن. بدبختا شب خواب به چشمشان نمیرفت. عبس که اینا. ترابی که تازه متوجه شده بود هیولایی که دستمالچی درباره‌اش صحبت می‌کند یکی از بچه‌های خانه فرزانه است، با تمسخر گفت: خانه از پای بس ویران است. یگانه گفت: اقبال یه مورد استثنایی بین بچه‌های خانه‌های فرزانه است. گوپتا با نگاهش سکوت را بر جمع حاکم کرد و گفت: بترسید از روزی که استثناها آنقدر زیاد بشوند که عادی به نظر برسند. دوباره فضای تالار پر از فریاد شد. سر که برگرداندیم، دو مأمور نیروی انتظامی جلوی در ایستاده بودند و دست هر یک از آنها با دستبند به دست یک نفر قفل شده بود. در کنار اولی مردی همسن و سال خسته‌بند و در کنار دومی همان نوجوانی بود که پیشتر حضورش را در تالار حس کرده بودم. از یگانه پرسیدم: این پسر اقباله؟ دستمالچی گفت: اونم حتما باباشه، و حمله کرد به پدر اقبال و پیش از واکنش مأمور با ضربه دست او نقش بر زمین شد. در میانه ناله دستمالچی نعره پدر اقبال بلند شد: نمیخوام پاره تنم زیر دست این نامرد بزرگ شه. زوره؟ دستمالچی از جایش بلند شد و رو به مأمورها گفت: دیدیتان؟ با چشم خودتان دیدید؟ دکتر خسته‌بند ایلات زده داغان کرده. خسته‌بند گفت: من شکایتی ندارم. پدر اقبال نعره کشید: جرأت شکایت نداری. یگانه از جایش بلند شد و رفت طرف پدر اقبال و گفت: جناب سلی، از متانت و نجابت دکتر سوء استفاده نکن. سلی یا سلی جواب داد: شما باز زن اون مردی که باشی. بخ سر تو هم شیره مالیده. دکتر اگه دکتر اینه ری تو هر چی دکتره. یگانه عصبانی شد: عفت کلام داشته باشید آقا. سلی گفت: نکنه تو هم همدست اونی؟ اگه نیستی ازش بپرس کی باعث و بانی بدبختی من و این ننه مرده شده؟ یگانه گفت: چی میگید؟ دکتر گفت: شما کجا؟ سلی صدایی بلند از پشتش بیرون داد و گفت: زرشک، شناسنامه این نامرد بی همه چی دست منه. وقتی دکترت جغله بود و در گاراژ محمود قهوه‌چی چای استکانی 10 شاهی میفروخت میشناسمش. اونم منو میشناسه. خوبم میشناسه. وگرنه دست به شکایتش حرف نداره نالوتی. مگه نه یحیی سرخور؟ هوی با تو هم لال شدی؟ دستمالچی گفت: سرکار، این مرد سالاست به جرم قاچاق مواد مخدر داره آبخنک میخوره. شانس آورده زندان بروجرده. کاشان بود به علی قسم میدادم زیر هشتی رستش بکشم. سلی فریاد کشید: زیپ دهن گالتو میکشی یا بکشمش؟ یک کلام دیگه زر بزنی آشولاشت کردم. یکی از مامورها گفت: چی میگی واسه خودت؟ و کوشید سلی را تکانی بدهد که وقتی دید زورش نمیرسد همانطور ساکت
کنار سلی ایستاد و زیر لب گفت خیر سرمون مرخصی گرفتیم. گفتیم پسرمون رو تو این عیدیه ببینیم. دستمالچی گفت الات بی سر و پای بی پدر و مادر بی غیرتی مثل سلی خیز برداشت سمت دستمالچی و مأمور دستبند به دست را روی زمین کشان. مأمور دیگر به کمک دوستش شتافت. سلی که میان دستهای مأمور گیر افتاده بود یک لحظه از غفلت مأمور دوم استفاده کرد و برگشت و به طرف دیوار یورش برد و تا سرباز به خودش بجنبد پیشانیش را کوباند به آجر. خون بیرون جهید و سبیل‌های جوگندمی و پشم‌های سفید سینه سلی را سرخ کرد. اقبال زد توی سر خودش بابا. سلی نشست و آه کشید. سعد بدون آنکه بداند سخن آرام بخشی بر زبان آورد. چه می‌کنی با خود ای پهلوان که دنیا هیچ است؟ بلند شو، درویشی کن و قصد در جان خود مکن. سلی با شنیدن این جمله‌ها از جا برخاست و چشمان خیسش را باز کرد و نگاهی به صدر انداخت و گفتی درویش؟ ناز نفست. از این پهلوون معرفت و مردم داری یاد بگیرید. سعد دستمال روی میز دم دستش را برداشت و در حالی که خونهای صورت سلی را پاک می‌کرد بوسه‌ای بر کتف سلی زد. تو رو به جدت قسم این قشقرق رو تمومش کن. دستمالچی گفت ای جد و آبا سرش میشه؟ اگه تانست 7 پشتش بشماره دروغ میگم تو اسم باباتم یادت نمیاد. سلی صدر را کنار زد و دوباره به طرف دستمالچی حمله برد. مامورها متهمشان را با هر زحمتی بود عقب کشاندند. خسته‌بند فریاد کشید آقای دستمالچی کی به شما گفته به خاطر دفاع از من به مردم توهین کنی؟ سلی گفت رتتو خواب دیدی خیر باشه. همینم بوده سگی مثل تو بشه کتک خورم. کینه من به تو با این آدم‌ها کم نمیشه. با این اداها کم نمیشه. دستمالچی با لحنی آرامتر گفت اصلا دادگاه حضانت ای بچه ره. این مرد گرفته نگرفته قانون سرپرستی بچه به بهزیستی نسپرده. خب بهزیستی هم اونو فرستاده خانه فرزانه. یا آقای دکتر خسته‌بندم جرمش اینه که مؤسسه خیریه را انداخته تا بچه‌های بد سرپرست و بدبختی مثل این پرورشگاهی نشن. این توف به دست بی‌نمک. سلی ایبار آشتی جویانه گفت این شمر نون تو میده حق داری ازش دفاع کنی اما کاسه داغ‌تر از آش نشو. ارباب تو نون 1000 تا مثل منو بریده تا به تو نون رسونده. امثال این یابو رو من میشناسم. یک قرون خرج فقیر فقرا میکنن 100 تومنم از قبلش در میارن مگه نه؟ یکی از مامورها دستبند اقبال را باز کرد و خطاب به یگانه گفت تحویل شما. تا قفل دستبند باز شد اقبال رفت و چسبید به پدرش. من میخوام با آقام برم. صدای دستمالچی در آمد. اگه دستمه بود که تو را میفرستادم پیش بابات. اقبال قرید. به تو مربوط نیست. سلی دوید توی کلام پسرش. اگه پسر منی زبون این جوجه تیغی رو میبری واسم میفرستی زندون. یگانه این بار با لحنی جدی و با خشمی آشکار در خطوط صورت فریاد کشید. مردک تو که از پدری فقط اسمش رو یدک میکشی هیچ میدونی با این حرفت داری بچت رو به انجام جنایت تشویق میکنی؟ خیلی دوست داری بچت با مددکارش دست به یقه بشه و بیفته کانون اصلاح و تربیت؟ خیلی دوست داری از اینجا فرار کنه؟ فکر میکنی پاشو از این خونه بذاره بیرون جاش کجاست؟ شانس بیاره و سالم بمونه باید بره کارگاه ساخت کفش و بوی لجن چسب چینی فلجش کنه. شنیدی یا بهت بگم که همین پارسال 40 تا از این بچه‌های بیگناه به خاطر استنشاق بوی کوفتی چسب چینی اعصاب حرکتی پاهاشون از کار افتاده. تازه اگه پسر تو شانس بیاره و بتونه جای سالمی واسه کار پیدا کنه وگرنه خودت میدونی چه بلاهایی. سلی فریاد زد بچه من بی کس و کار نیست. پدرش زندونه خالش که هست. یگانه رو به اقبال کرد و گفت خودت بگو اقبال چرا امسال عید نرفتی خونه خالت؟ سلی نشست و با خواهشی در نگاه سرباز را با خودش پایین کشاند.
حرفی در گوش سرباز زد و سپس پاکت سیگارش را از جیب کت چرمیش بیرون آورد و با کمک سرباز سیگاری گیراند. سکوت حس خوشایندی در تالار حاکم کرده بود. می‌دانستم حرف‌های یگانه روی سلی تأثیر گذاشته است، اما هنوز نگاه‌های سلی به خسته‌بند پر از خشم و نفرت بود. سیگار سلی که به آخر رسید از جایش بلند شد و این بار با آرامش گفت برو اقبال جون. چشم به هم بزنی این چند سال هم رفته. یه عفو، خدا رو چه دیدی؟ درویش، تو هم بی زحمت یه دستمال دیگه خرج این پهلوون شکست خورده کن. سعد دستمال دیگری برداشت و لکه های خون سر و صورت سلی را پاک کرد. سلی سپاسگزارانه به سعد نگاه کرد، هرچند نمیخواست کسی اشکهایش را ببیند. بغضش میان فریادهایش ترکید. به خدای احد و واحد، موی از سر بچم کم بشه یحیی. ها یحیی، با تو هم موی از سر اقبالم کم بشه دودمان تو به باد دادم. وقتی مأمورها سلی را بردند، خسته‌بند منگ پشت میز نشسته بود. سرش را روی دستهای پرلک و پیسش گذاشته بود و خورخور میکرد و نفسهای بلند هیجانی میکشید. با سکوت در برابر اتهامات سلی عملاً خود را در جایگاه متهم بدبختی‌های زندگی سلی و پسرش نشانده بود. جلسه را به درخواست یگانه گذاشتیم برای بعد از ظهر تا حوصله شوهرش برگردد سر جایش. در این مدت با گوپتا رفتیم دیدن باغ فین و تپه‌های سیرک. گوپتا طوری نگاه بناهای تاریخی و تپه‌های باستانی می‌کرد که گویی دارد در همان دوره سیر می‌کند. گاه چشم‌های ریزش را به نقطه‌ای می‌دوخت، گاه پلک‌هایش را روی هم می‌گذاشت و غرق در عالم خلسه می‌شد و گاه تکه می‌داد به دیوار آجری یا گلی کهنه و از ریخت افتاده‌ای و به زبان خودش حرف‌هایی واگویه می‌کرد. ترابی ویرش گرفته بود برگردد تهران. این را از جمله‌ای فهمیدم که در باغ فیلم بیان کرد. با اتفاقی که افتاد فهمیدید این کارا شارلاتان بازیه. حکم کلی نده. لااقل یکی که باید راهنمایی باشه تو زرد از آب در اومد. از کجا معلوم پدر اون پسر راست میگفت؟ دکتر خسته‌بند اگر حرفی واسه گفتن داشت خب جوابی میداد. راست میگه. معلوم نبود پدره چه آتویی از دکتر داشت که زبونش اینقدر دراز بود. بدبخت دکتر کتکر خورده و این همه حرف شنفته و جیک نمیزنه. راست میگه فرهان. داشتم قانع میشدم که گوپتا به کمکم آمد، ولی من حق را به فرهان میدهم. ترابی پرسید مگه شما تازه با دکتر خسته‌بند آشنا نشدید؟ گوپتا جواب داد ماجراها را باید از جوانب مختلف بررسی کرد. در ظرف زمانی خودش و با توجه به اوضاع اجتماعی، فرهنگی و حتما سیاسی، اقتصادی و البته در کلیات با نظر جناب کریشنان موافقم، ولی در این مورد خاص نه. همه چی مثل روز روشنه. ولی من شما را برای درک درست حقیقت کمک میکنم. چجوری؟ از همین راهی که 1 ساعت است دارید با من درباره امکان ناپذیر بودنش بحث میکنیم. منظورتون اینه که با شما به گذشته ها بیام؟ بعد از ظهر که به هتل برمیگشتیم، قبل از آنکه از سرازیری منتهی به پارکینگ هتل پایین بروم، از دوستانم فاصله گرفتم و لحظی توقف کردم. به بادگیرهای 2 سمت هتل در زمینه بامهای کاهگلی نگاه می‌کردم که دوباره همان حس وقوف آمد و اقبال را دیدم که در گوشه تالار کس کرده و دارد نقشه قتل خسته‌بند را می‌کشد. به سمت هتل که سرازیر شدم و پا به سکوت هشتی گذاشتم و آرامش در خنکای حاصل از دیوارهای قطور به سراغم آمد، حس وقوف رفت. یگانه و خسته‌بند سرحال منتظر بودند. حتی اقبال هم مشغول کار بود. با این حال در چشمهایش هنوز همان برق کینه می درخشید. یگانه در پاسخ به سؤال کنجکاوانه من گفت از بچه‌های خانه فرزانه 4 موقتا 13 روز عید اینجا کار میکنه. گفتم یه جوری
خسته من گفت میدونم آقای فرهان، میدونم. یکم عصبیه. گفتم بیشتر از یکم، خیلی بیشتر. دلم نیامد بگویم خشمش بدجوری تنم را میرزاند. بیش از آن که لب وا کند نوجوان نجیب و مهربانی به نظر می رسید که شلوار کوتاه و پیراهن رنگ روشن چسبانش ظاهری مظلومانه به او بخشیده بود. ولی وقتی صدای دورگه و لحن طلبکارانه‌اش در هم آمیخت، آن تصویر پر کشید و رفت و آنچه در ذهن به جا گذاشت نه آن اندام بلند و چشمهای سبز و ابروهای پرپشت و موهای مجعد و سر و وضع معصومانه و سادگی و بی‌آزاری نوجوانی که صدای خشن و جوش چرکی روی دماغش بود که در خاطرم ماند. با توجه به اینکه خیلی فرصت ندارم، بیشتر از این چند صفحه رو نتونستم برای شما بخونم. کتابی زیباست و به شما پیشنهاد میکنم که تهیه کنید و تا انتها این کتاب رو بخونید. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.